من آریک هستم. خوش اومدید به گیم پلیر من. میخوام بهتون یاد بدم که با این آدم روستایی که تو روستا پیدا میشن چه خریدها و چگونه از اونها خرید کنیم. دوستان، ما چند نوع آدم داریم که از اونها میتونیم خرید کنیم. مثلا مثل ایشون که به ما 15 تا بهش سوغال بدیم بهمون یه دونه الماس میده. همین الماسایی که دارید مشاهده میکنید تو دستان من. و با یه دونه الماس بهمون یه چیزی میده که باش میتونیم کشاورزی کنیم. مثلا این دوستمون بهمون با 21 الماس بهمون شمشیر قدرتمند میده و با 3 تا هم بهمون یه تبر آهنی. خب ما چند نوع داریم، مخصوصا با اینا میشه کلی کار کرد. مثلا این کشاورز روستاست که باش میتونی مثلا با یه الماس باش میتونی نون جابجا کنی. این الماسا رو از کجا پیدا کنیم؟ مثلا اگه نتونه تو قاره هم پیدا میشه. اگه نتونستی تو قاره پیداش کنی یه راه حل راحت تر است. شما میتونید با دادن وسایلی که این انسان ها میخوان ازشون یه عالمه الماس بگیرید و با همین الماسا کلی ازشون معامله کنید. مثلا الان که من با الماسا ازشون نون خریدم که بخورم. آقا شما یه کوچولو وسیله حالا برمیدارید، هر کدوم یه چیزی میخوان. یعنی الان چی میخواد از ما؟ از ما گوشت 32 تا گوش میخواد. ببینید با 32 تا گوش بهمون یه الماس میده. با یه الماس هم بهمون یه چیزی وسیله خاص میده که که زیاد الان به درد نمیخوره براتون توضیح. خب دوستان، الان مثلا الان زغال میدیم، بیا بهمون الماس میده. مثلا این چی از ما میخواد؟ این از ما 24 تا کاغذ میخواد که از این آدم هاست که بهمون کتاب و وسیله و از این چیزا میده. و مثلا روستایی های مختلفی ما داریم. الان ما هزاران روستایی داریم که میتونید باشون معامله کنید. و ایشون مثلا سیب زمینی میخواد و کلی هم وسیله دیگه، بستگی به شغلشون داره. مثلا اینم مثل اون شغل قبلیه بهمون با 15 تا چی بهتون بگم، میتونید با 15 تا زغال باش یه الماسان. ما هویج مثلا الان بدیم میتونید الماس رو با چیزهای خیلی مختلف، مثلا نمیدونم چند تا بهتون بگم، هزاران وسیله هست که میتونید با این انسانهای کوچک معامله کنیم. یا ویلیجر. مثلا ایشون از ما سیب زمینی نمیگیره، هویج یعنی نمیگیره، اینم نمیگیره، این یه چیز دیگه میگیره. حالا شما میتونید هر چی که اینا میخوان رو باشون معامله کنید و هزاران وسیله بگیرید از اونا. چیزایی که میشه کاشت رو شما باید به کسانی که غذا گیاه میکارن بدید. همه چی رو معامله نمیکنن. مثلا ایشون اگه الان بهش سیب زمینی هویج و هر چی اینا میخواستن نمیدادن، این الان قبول نمیکنن. ایشون چی میخواد؟ ایشون از ما سیب زمینی میگیره که ما میتونیم کلی سیب زمینی داریم که کلی هم داریم که میتونم بهتون نشون بدم چند تا. روزن اگه شما اینقدری که من الان دارم بهتون نشون میدم سیب زمینی داشته باشید، سیب زمینی ها اینقدری که دارم نشون میدم سیب زمینی داشته باشید، کلا حدودا این دیگه اون ویلیجر ممکن امکانش هست از شما دیگه معامله نکنه. چون بعضی از ویلیجرها هستن بعد از چند معامله رو غیر فعال میکنن چون دیگر لازم ندارن و منتظر بمونید که دوباره نیاز بهشون داشته باشن. خب الان میرم باش معامله کنم که بهتون بگم چقدر میخواد. بعضی هم مثلا که اصلا دیگه حالیشون نیست چقدر بهشون دادی. بذارید پیداش کنم. و راستی حواستون باشه در شب حتما بخوابید.
شبا شبا بیدار نمیشه، وای نمیستن، سری میرن میخوابن. ببینید خب همین این آقا داره برای کشاورزی روستای منو میکنه جای من. خب ببینید 1 دونه 2 دونه 3 دونه 4 دونه 5 دونه تا مثلا الان با اون قدری که بهتون نشون دادم حدودا میتونستید 5 بار میتونستید پر کنید و باش کلی الماس بگیرید. 5 بار الماس میتونستید اگه الان داشتین اینقدر سیب زمینی میتونستید 5 بار باش معامله کنید. و اینا یه خوبی دیگه هم دارن ویلیجرها که میتونن کشاورزی کنن برای شما که و با مثلا ببین الان به این الماس بدم کلی چیز بهم میده. مثلا با الماس اولی بهم سیب میده. مثلا میتونم این به نظر من دوستان اگه خواستید معامله کنید باشون همیشه نون بخرید. نون مهمتر. اگه به این رسیدید نخرید با این حال که بیشتره. من خودم دارم الان دارم. ببینید دوستان اینا یه دونه بهتون غذا میدن که قول میدم نخرید به نفعتونه. خب تا قسمت های بعد خداحافظ.